سلام و صد سلام بچه های من، عزیزای دل من. آقا دلم براتون تنگ شده بود، شما هم تو کامنت ها بگین دلتون تنگ شده بود یا نه. من که دلم یه ذره شده بود. بعد از 10 روز من اومدم با یه ویدیو مولتی دیگه. آقا دلم براتون یه ذره شده بود به خاطر اینکه ویدیو قبلی رو ترکوندید. 78 تا ویو خورد با این حالی که یه ماه چنل رو زدیم و من تصمیم گرفتم که بیام و از ته دل یه ویدیو مشتی براتون بسازم. آقا من 2 تا نکته رو اصلا نمیام زیرش بزنم و خیلی برام حساسه. یکی اینکه شفاف بذارم، حتی اگه باختم هم میذارم ویدیو قشنگ بود. دو اینکه سعی میکنم کانتنتی که میسازم با کیفیت باشه. آقا ببینید گوشیم هم شارژ نداره. بچه خواهش میکنم اگه انتقادی، پیشنهادی، چیزی دارید حتما به من بگید که دفعه بعدی ویدیوهای بعدی با کیفیت تر بشن. من هر هفته میام پیشتون، هر هفته براتون حداقل هفته یک بار ویدیو میذارم. خواهشاً انتقادی، پیشنهادی داشتین به من بگین. خب وقت رو تلف نکنیم، بریم سراغ ویدیو. ولی قبلش کامنت، لایک، ساب، شیر اصلا فراموش نشه بچه ها. آقا اومدیم با یکی از پلیرهای چغر بدبدن، اینقدری بازیش خوب بود. من 2-3 دست اومدیم با هم دستگرمی زدیم تا من بازیشو بگیرم. اینجا الان من افتادم جلوش، خب نه اون افتاده جلو و داریم تمام تلاشو میکنیم که برای بچه های گلم شات های خفن بذارم. بچه ها خیلی این پلیر خیلی چغر و بد بدنه. به به آقا چه شاتی، آقا امیر چه شاتی میزنه. بچه ها لذت ببرید. بچه ها بهتون گفته بودم من در از پرستارم و بعد از اینکه مدرک پرستاری رو گرفتم دیگه دیدم به دردم نخورد، اومدم توی کالاف. البته کالاف من از سال 99 پلی میدادم، اما این یه ما گفتم جدی دیگه استارت بزنیم. بله آقا کمپ کرده بود و میخوره تو سینش. آقا این پلیر به شدت کمپره، نگاه چقدر کثیف کمپ کرده. خود حضرت عباسی ببینید. آقا سالم بازی کن برادر من. آقا چه موومنتی میرم منو، باور کنی من سرترم ازش. اگه سالم بازی کنی که اصلا سالم بازی نمیکنه. آقا 2-3 دست باش بازی کردم، هر دست و 5 دست میاد یا ابیلیتی میزنه یا گان میکشه یا میاد کلاس میزنه یا کمپ میکنه. اصلا سالم پلیری تو ذات این رفیقمون نیست حاجی. بازیش هم خوبه، چه آقا موومنتی میره دیگه. عرضم خدمتتون که بچه ها هر نوع انتقادی داشته باشین به من بگین، من قطعا هر چی بگید همونه. هر طور من فقط واسه دل شما اومدم کانتنت بسازم. اینکه صادقانه هم بگم به خاطر درآمدش هم هستا، مثل بقیه دروغ ما نداریم که وای من فقط به عشق کانتنت سازی و کالاف و اینا، نه. ولی عشقی به خاطر شما، عشقی و دلی خاص تولید محتوا میکنم عزیزای دل. آقا این موزین برداشته ما رو خار و خفیف کرده. چنان پلیری هم نیست حاجی، یه لحظه آدم پشتشو کنه میزنه. الان اینجا من جلو هم حاجی. آقا بنازم خیلی پلیر قویه، ولی حاجیتون با این بیدی نیست، با این بادا بلرزه. عیبی نداره. حاجی چه موومنتی رفتم حال کردید، اسلاید حال کردید. عیبی نداره. بیفت جلو فعلا کارت دارم عزیزم. الان میخوام بهت کامبک بزنم، فقط صبر کن. بله چه موومنت، چه جا خالی میده لامصب. حاجی این حرکت رو داشته باش.
بازم که زد. حاجی چه سبک محتوای شما بگین دوست دارید، من همونطوری میسازم براتون. اوف حاجی اسلاید اومد من زدمش، حال کردید؟ حاجی من سرترم ازش. یه ماه متاسفانه این مدتی که نبودم مچم قفل کرده بود، تازه بعد 2-3 روز اومدم توی مولتی. حاجی بنازم چه شاتی آقا. امیر داره برای شما صدشو میذاره آقا، کم نذارید بچه های من عزیزای دل. حاجی موومنت رو حال میکنید، ولی با این حالی که مچ راستم که اصلیشه، مچ دست اصلیه، قفل کرده واقعا. مثلا آب آورده و اینا. الان بعد یه هفته 10 روز اومدم برای مولتی. حاجی چه موومنتی رفت آقا. به به بنازم آقا امیر. الان جلوشیم، الان جلویم ما. حاجی خیلی متاسفانه سالم پلیر نیست این رفیقمون. اوه حاجی میخواست فینیش بگیره، نایف شد. بنازم آقا بنازم. آقا هر انتقاد پیشنهاداتی داریم بگی. آقا درون انداخته بچه ها، خیلی نوب سگه. یا کمپ میکنه یا درون میندازه. ما هم یه درونی بندازیم. کمپر هم هست داداشمون. خیلی نامردی حاجی، خیلی نامرده. سالم بازی کن داداش، یه بازی ارزش نداره شرفتو بذاری زیر پا. بنازم آقا. هدشات حال کردین؟ حاجی کمپ میکنمش آقا. اوف فی آقا. کمپ نگاه کمپ کنی بد میبینی پیش امیر. الان 17-14 جلوشیم. 16-14 شد، 17-14 جلوشیم. ببینیم این دست رو وین میکنیم یا نه. اوف آقا کمپ میکنه، قبول نیست. ببین گانمون هم مثل همه تقریبا. بیا کمپ میکنه همش. حاجی چطوره این بازی؟ ببینیم چی میشه. حساسه حاجی. آقا 17-16 داره ظاهرا کامبک میزنه. بابا این کمپر کثیفه. بیا کمپر. اگه ما هم میخواستیم کمپ کنیم که همون 17 سر 17 میومدیم کمپ میکردیم، نمیذاشتیم یکی بیای بالا. بیا واقعا من بازیم سرتر از اینه. این خیلی داره نوب بازی در میاره. بیا یخ میندازه وسط دوئل. آقا خدایی توی کامنت ها بگین حق کی بود واقعا ببره. الان افتاده جلو ما. آقا بچه ها متاسفانه باختیم همونطوری که دیدین، اما با نامردی باختیم چون زیاد خط گرفت، کمپ کرد، نامردی کرد و همچنین درون انداخت، کلاس انداخت. و اینم بهتون بگم شاید توجه کرده باشین شاید هم نه، ولی UAV هم میزد. خلاصه دیگه ولی ما بازی قشنگی بود. گفتم که بذارم شما لذت ببرید. خواهشاً نظرات انتقاداتتون رو بگین. لایک، ساب، شیر، سیو یادتون نره. تا ویدیو بعدی عاشقتونم. خدا نگهدار.